جوانی مونه باید اون بیاریم. جوانی این مولا داشت این بچه را می خونی سروندگیش ای اوتا و ای اوچش داشتگی او ایره اوتا و اوچش درود میخواند. درود دوستان عزیز، درود با اخلاصمندان هنری والای استاد علاوالدین عبداللهیف. راستی امشب یک صحنه‌چه خیلی زیبا را طریق شبکه‌های اجتماعی تماشا کردم و از اول گمان کردم که این جوانی‌های استاد علاوالدین عبداللهیف است، ولی پس از خواندن کامنت ها در زیر نوار فهمیدم که این هنرمندی جوان، یعنی که پسر استاد علاوالدین عبداللهیف، آتاخان عبداللهیف بوده است که خیلی با مهارت بلند در صحنه نقش می‌بازید و من همان لحظه این نوار را با اجازت مؤلف با کانال یوتیوب خود گذاشتم و همزمان با دیگر شبکه‌های اجتماعی. در یک مدت کوتاه خیلی بیننده ها دستگیری کردند و تماشا کردند و در زیر آن شرح‌های خیلی خوب نوشتند. بسیاری از بینندگان گفتند که استاد علاوالدین عبداللهیف باز با چهره جوان به صحنه برگشتند و من در زیر این نوار سلکه آن را میگذارم، شما ببینید که چقدر شرح‌های خوب نوشته شده است و من به این مطمئن هستم که آتاخان عبداللهیف در سال 2025 همچون یک هنرمند بهترین شناخته می شود و با نوارهای نو و تازه خویش قلب‌های مخلصان پدر خود را، یعنی استاد علاوالدین عبداللهیف را شاد می کند. ولی رفتن استاد برای ملت تاجیک یک غمی بزرگ بود و آن زمان من نیز در سوگواری استاد یک شعر گفتم، میخوام در ادامه در این فرصت مناسب استفاده برده آن را برای اخلاصمندانشان بخوانم. او زاده محبت، او زاده هنر بود، تا آخرین نفسها دلداده هنر بود. جام شراب بر کف نگرفته است، اما به یاد و مست و سرخوش از باده هنر بود. گه بود زرفشانی، گاهی دیگر بدخشی، گاه چون مرد پیری دلساده هنر بود. هرگز به پیش پای نامردها نه افتاد، افتاده بود اگر که افتاده هنر بود. مانند یک سخنور در صحنه‌های میهن، یک عمر بر لبانش سرواده هنر بود. با هزل و شوخی بیش، با صحنه‌های جالب، او پیش صف همیشه در جاده هنر بود. و ما تمنا میکنیم که روی استاد شاد باشد و جگربند آن کس آتاخان یکی از پیش صفترین هنرمندان باشد. تابت باشم تابی و تابت باشم، تو غله سبز و من زمینت باشم.